با همه شما سلامی و تشکیل مخلصان بارسای بزرگ. بارسلونا دیشب در رامون سانچز پیشخوان مهمان شد. بازی با سویل از یک بازی مقرره برای کاتالونیا بالاتر می‌افتاد، زیرا در صورت نتیجه مثبت با دست آوردن هم قصد برد در جام اسپانیا گرفته میشد و هم خطر گذشتن سویل از بارسلونا در جدول چمپیونات از بین میرفت. یعنی با یک تیر دو فختک زده میشد. درباره همه این و دیگر چیزا حاضر مفصل‌تر گپ میزنیم. دوستان، برای دستگیری کانال لایک قیمت‌بهای خود را از یاد نبرید، زیرا این چیزها برای ما خیلی مهمند. یوتیوب هم ویدیو را با دیگر مخلصان بارسا پخش میکند و همین چیز برای ما موتیواسیون شده ویدیوهای تر و تازه نو با نو رو برای شما تیار میکنیم. اکنون در یگان جو با از شنید ما باشد سر میکنیم. برادران، چون همیشه سرپرست ویدیوی ما شرکت ادین ایکس بیت میباشد. در آنجا وقت کیسینتوی بلند و بونوس‌های گوناگون شما را انتظار است. چرا که میدونید روز 3 مارس بارسا سویلیا رو در بازی جوابی جام اسپانیا در میدان کام نو پیشواز میگیرد. برای بازم جالبتر گذشتن این بازی دوستان ما از 1x برای هر یک اشتراکچی نو با پروموکد بارسا تیجی تا حجم $100 بونوس میدهند. در این رجیستراسیون کنید و با دسته دوست داشتهتون حالی برایید. سلکای بازی در کامنتار این ویدیو. سرمربی بارسلونا در مقابل سویل چنین حیات را گذاشت. نخست باید گفت که بارسلونا با 3 محافظتگر مرکزی بازی کرد، چون همیشگی مارک اندره تر اشتگن چارچوبای بارسا را محافظت کرد. در خط محافظت برخی تغییرات در قیاس با بازی پیشین دیده شد. لنگله که وقتی اخیر پردمت تنقید کارشناسان گشت است، همراه با پیکه و مینگس سگانه خط دفاع را تشکیل کرد. در میانه میدان نیز تغییرات کادری دیده شد. جای میرالیم پیانیش را سرژینو دست گرفته همراه با آلبا، بوسکس، دیونگ و پدری بازی کرد. دوگانه هجوم را این مراتب مسی، دمبله تشکیل کرد. گریزمان در ذخیره نشست و به نظر چنین میرسد که دور دراز تا هنوز هم فاتی و کاوتینو بارسا را کمک کرده نمیتوانند. بارسلونا از دقیقه‌های اولی بازی تماما با مهمان مانند نبوده تیز در روزه یسی مونو را مورد حمله قرار داد. سویلیا گوه دزدیده کنتر هجوم میکرد. در این هجوم سابق بازیگر بارسا ایوان راکیتیچ فعال بود. پیش از گل دمبله بازیگران سویلیا مسی را گفتی بابای غلام خیلی چپالاق شپ کردند. قصد این چپاتی‌ها را مسی با یک پاس عالی به دمبله که اون را با گل انجام کرد جبران نمود. این گل در دقیقه 29 با وقوع پیوست. نمیدونم که این نقشه بازی بود یا سپارش کومان که بازیگران در حالت تلفات توپ با سر حریف مثل مورچه‌ها سر ملخ هجوم کرده اون رو میگرفتند. با قول ایوان پیتروویچ همکسا پرسینگ میکردند. تا آخر قسمت یکم باشد چپالاق شپ مسی از جانب بازیگران سویل ادامه کرد، اما عجیب این بود که مسی در آخر همین قسم برای دخل بازی کردن نسبت بازیگر حریف کارت زرد گرفت. داور گفت اون مردک 300 بار مسی رو زدن، یگان کس را حتی کارت برنگ نشان نداد و بیچاره مسی رو برای نیمکولا قاعده ویران کنی که اون هم زیر سوال بود کارت زرد نشان داد. اینش گفتی بچهای اوپرای عقبه گربت. بعد 2 دقیقه داور قریب بود که مسی رو برای دخل بازی نوبت کارت سرخ دید، اما گفتی گپا کدام اوروی در پشتش بود. دستا با همین حساب با تنفس برآمدن. آغاز قسم دوم از یکم کاملا فرق نداشت. هنوزم بارسلونا هجوم میکرد و شاگردان لاپیدگی در خط محافظت مینشستند. آنها دور دراز ننشستند، اما گل خود را در دقیقه 80 زدند. اما پیش از این توپ به دست النصری رسیده بود. در این مدت اراوخو که نو پس از برقرارشوی با میدان آمده بود دیگر بورا میدان رو ترک گفت و به نظرم همه‌ساز است. ترام اونقدر جدی نبوده است. مسی باشد اخیراً در این بازی کار خود را کرد. او قریب حتی هیئت ذخیروی سویلیا را گذاشته توپ را وارد دروازه کرد. این 19 گل او بود. بارسلونا قصدی وقتی بازی جام را گرفت، هرچند که بعد 4 روز در کام نو بازی جوابی جام برگزار می شود. اما دلخوش کننده آن بود که بارسا خیلی با باوری این غلبه را به دست آورد، زیرا تا این دم با همه احترام به الچه و آلاوس اینها در قبال سویل گرندهای فوتبال اسپانیا نیستند. اکنون کاتالونیا 53 خال داشته با جای دوم برآمدند. ریال بازی خود را روز دوشنبه برگزار میکند. بهترین بازیگر بازی باشد بازم لیونل مسی شد که 1 گل زد و 1 پاس گل‌آور داد. دوستان، یک سوال خردکک برای شما: بغیر از مسی در بازی شبینه کی بیشتر به شما پسند آمد؟ من میگویم که مینگسا و بوسکس. کارهایی که این بازیگران بر ضد سویلیا انجام دادن خیلی با درجه عالی بود، مخصوصا بوسکس که وقتی آخر بازی بارسا را تماما سوس میکرد، لیکن دیشب او بازی دوره‌های پیش خود را به یاد آورد. شما باشد 3 بازیگر بهترین خود را بغیر از مسی در کامنتار نویسید. با همین تابع بولیده نشر امروزه را انجام میکنیم. با همه شما برار و با بارسلونا غلبه‌های پای در پای را تمنا داریم. در این حالت بارسلونا را دوست دارید و کانال بارسا تیجی را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. با شما بود محمد گایروف.
хай дар паноҳи Аллоҳ.